از جمله صفات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این است که بیشتر خنده های نبی ما تبسم بود. نبی ما خنده قهقه نمی کردن. هیچ کس صدای نبی ما را با خنده نشنیده است که صدایشان بلند شده باشد با خنده قهقه. ای امتی رسول الله، ای جوان، ای نوجوان، در مجالس وقتی می نشینیم، در محافل شب زنده‌داری، شب نشینی وقتی می نشینیم، نشود که از پیش ما چنان خنده بشود که منزل بالا یا منزل پایین اذیت بشوند، یا همسایه ها اذیت بشوند، یا داخل تالار، داخل رستوران، داخل کوچه، بازار، محل تفریح، اونجا ما بلند خنده کنیم که دیگران جلب توجه بشوند. این خطرناک هست، این جالب نیست، این زیبنده امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی باشد. این صفت رسول الله هست که خنده می کردن، تبسم بود، لبانشان شیرین می شد، خندهشان خیلی که عمیق بود، دندانهای سفید و مقبولشان معلوم می شد. بس خلاص باید یاد بگیریم، درس بگیریم. سیدنا جریر هست رضی الله تعالی عنه، انشاءالله تعالی همین صحابی رسول الله هست، می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کس را که می دیدن در قدم اول چی می شناختن چی نمی شناختن، چی مرتبه اول بود ملاقات، چی مرتبه های دوم و سوم، رسول الله طرفش یک لبخند داشتن، با پیشانی باز مصافحه می نمودن. این صحابی رسول الله می فرماید تا حتی ما با رسول الله مصافحه می کردم، دیدار می کردم، اگر از پشت درخت دور می خوردم باز دوباره رسول الله طرف ما لبخند می زدن. از پشت دیوار اگر دور می خوردم یا 2 دقیقه بعد رسول الله رو می دیدم، باز پس با همان جبین باز با لب پرخنده طرف من نگاه می کردن، حرف مرا می شنویدن. ما امتی چنین شخصیت مهربانی هستیم. رهبر ما، سردار ما، امیر ما که جان ما، مال ما، اولاد ما فدای نامشان و راهشان باد، چنین صفت داشتن. ما چگونه رفتار داریم با برادران مسلمان خود؟ نبی ما چرا خندهشان بلند نبود تا وقارشان، هیبتشان حفظ بشود؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند خنده قهقه باعث کاهش هیبت و وقار و از بین رفتن احترام و مردن قلب می باشد. مسلمان باید هیبت داشته باشد، وقار داشته باشد، مسلمان باید احترام داشته باشد، مسلمان باید قلب سالمی و سرشار از محبت الله داشته باشد. اما با خنده قهقه هیبت از دست می رود. اگر یک پدر در پیش اولادهای خود هر شب خنده بلند بنماید، هیبتش از بین میره. یک بزرگ فامیل هر لحظه، هر روز خنده بلند، خنده قهقه بنماید، وقارش از بین میرود. یک استاد، یک مربی اگر پیش شاگردان خود خندهش بلند باشد، هیبت خود را از دست میدهد. پس بیاییم که هر کدام ما به هر جایگاهی که قرار داریم طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بنماییم و این اوصاف را در اعمال و زندگی خود ببینیم.